بچه‌ها چطورین؟ امروز اومدیم چی؟ بخوریم کیلو گشنه. خوبه بس نخور فعلا. گاز نگیر حیوان داریم اینجا ما. قیافت حیوان. چیپس ها رو واسه معرفی کنیم. چیتوز فلفلی. واسه اول عنوان ویدیو رو بگیم دیگه. راستی امروز قراره تمام چیپس های تندی که تو شهر ما پیدا میشه رو که متاسفانه زیادم نبوده. همین 4 تا پیدا شد. تست کنیم ببینیم کدومش تندتره، رتبه بندی کنیم. اول چیپس چیتوز فلفلی که هم مثلا دیدی نمیدی. این چیز استخرم هست. مزمز. چیپس مزمز فلفلی. چاکلز چیزه؟ فلفلی تند. همه فلفلی همه تنده. میگیم با تند. این آتشی. چیتوز آتشی. این آخر مثلا تند نمیکنه. اینو آخر میکنه. چطور مثلا تند نمیکنه. خب اول این تغییر مرحومه که همه جا هست. تو دستشویی عمومی هم این هست. اینو رنگ میکنی. با خود باز شد. کاملا اونجا باز نکن. دقت کردی مثلا بعضیاشون تنده ولی تند نیست. این چیتوز کارخونه عالیه. این همیشه ریده. مثلا تند نیست. مثل چیپس نمکیه. مثل چیپس نمکیه. یکم تندی داره. روش سه شبیه فلفل سیاه هست نمیدونم. آخرش نمیسی کم تند میشه. ها؟ آخرش نمیسی کم تند میشه. زیاد تند نیست. من ببینم نمره نیست اسکل. نمره دیگه. نه دیگه. بندی کنیم دیگه. رتبه بندی میکنه از 1 2 3 4 5. این زن شماره 5 اینو. 4 تا بیشتر چجوری 5 تا چیز کنیم؟ تکنولوژی. خب اینو میزنیم 4م. رده 4. چیپس بعدی مزمزه. فکر نکنم. مزمزه. این از اون فکر کنم بهتره. راحت‌تر باز شد تطبیق‌تر. اوه نگاه این روش قرمزی فلفل داره. پیرم منم دستم میده. نمیتونیم جوشون رو عوض کنیم. چرا؟ اون بیاد 3 این بره 4. خیلی بده اصلا تون نیست. مزه سیب زمینی خالص میده اصلا هیچ نمکی هم حتی نیست. یا پایین. چیتوز فلفلی اومد رده 4 سوم. من چرا 5 رو حساب میکنم عجب گم. مزمز من 4. خب چیپس بعدی چیپس فلفلی تنده چاکلزه. شاهین رفیه. بابا آقا از همینجا بربر دیگه. آقا بفرما. آقا بابا تو بابا آقای موزی کچاپ میده. مزه آبیشه هم میده. مزه ادویه میده این 2. آقا من اینا رو جمع آقا من جاش آقا با این ریده مایک تمیز کردیم دیگه. آقا از نظر من چیتوز میاد رده دوم. چیتوز فلفلی که اول خوردیم میاد رده اول. میاد رده دوم. این فکر نکنم ولی آخرش خیلی تند بود. نه چاکلزه مثلا تند نبود. چاکلزه رو اگه زیاد بخوری تند. چاکلزه میاد رده سوم. آخرین چیز اینجوری نکن باز دوباره چیز میشه ریده مونی. کسی چاقون باید خواهی این کلد آتشی نه نه قرمز کل دوستا مال ما نمیکن مثل عقله. چرا همش مثل کچاپ میده. آقای چیتوز به والله مزه پیاز جعفری میده. آقای چیتوز این چه چیپسیه درست کردی؟ هر اون
اصلا تون نیست، شیرینه. بذار رد شم اول. آره من برنده این مسابقه چیتوز فلفلی شد. این آخرش کم تون میشه. تون داوری از حق نگذاریم. این به نظر من اینا رو بیار بالا. بازی افتاد. هر دفعه ما با این میکروفون مشکل داریم. خب ببین این به نظر من اول خدای آخرش تون میشه. این آخرش تون میشه. جدی آخرش تون میشه. نظر توه. این که دوم. ای بابا. این سوم. اینم چهارم. حالا بگم. واسه میکروفون اون برو بالا. شاید داده. بده من معلولی الان باز میکنم. نگرش نکنه. خب به نظر من رده اول اصلا تون نبود. خب جدی تون نبود اصلا. به نظر من اول ریدی این با رده انداز. اول دوم. این دوم نه این دوم اصلا یکم تون بود. دوم سوم چهارم فکر نکنم. خب این بود از ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب و فراموش نکنید. دیگه چی بود؟ ها زنگوله چنل هم آن کنید. مغز ما فعلا خدافظ.